کمیته معماری و ساختمان حکومت جمهوری تاجیکستان روز 22 اکتبر سال 2022 خبر داد که رئیس این کمیته زویدزاده محمد سید محمود امروز در سن 53 از عالم درگذشت. اهل کمیته به نزدیکان و پیوندان مرحوم اظهار تسلیت نموده از خداوند متعال برای آنها صبر جمیل خواستند. در نامه تسلیت کمیته ساختمان و معماری درباره علت درگذشت محمد سید زویدزاده در چنین سن جوان چیزی گفته نشده است، ولی در گروه دنغره سیت لشکر شریفزاده نوشته است که رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان صبح 22 اکتبر سال 2022 بر اثر بیماری درگذشته است. بنا به اطلاع شریفزاده نماز جنازه مرحوم وقت نماز پیشین در محله گپرزم شهر دوشنبه برگزار شده، سپس او را برای به خاک سپاریدن به زادگاهش دهه شرشر نوی دنغره میبرند. محمد سید زویدزاده که چند سال معاون یکم رستم امامعلی در شهرداری دوشنبه بود، یکی از منصبداران خوشنام و شایسته حکومت امروزه دانسته میشد. مرحوم با خاکساری و فروتنی خود فرق میکرد و با وجود منصب‌های بلندش با همه یک خیل با کمال احترام مناسبت داشت. در دوره کاریش در شهرداری دوشنبه او را دست راست رستم امامعلی نیز نام بردند.